امروز میخوام یه غذای شیرازی خیلی خوشمزه فقط با 2 قلم مواد درست کنم که هم خیلی ارزونه و راحت هم درست میشه، خیلی هم خوشمزه هستش. برای درست کردن این کتلت شیرازی خوشمزه اول از همه 4 تا سیب زمینی درشت رو با آب و نمک میذاریم تا بپزه. سیب زمینی ها که پخت تا داغ هستش پوستش رو میکنیم. همراهان عزیز، لایک ها و کامنت های پرمهری که برامون میذارین برای ما انرژی مضاعفی هستش که بتونیم با انرژی و انگیزه بیشتری ویدیوهای بهتری براتون آماده کنیم. تا سیب زمینی ها داغ هستش با استفاده از یه چنگال یا گوشت‌کوب خوب له می‌کنیم تا کاملا نرم و یک دست بشه. اگر سیب زمینی ها خنک بشه خیلی سخت میشه، حالت چسبندگی پیدا میکنه و خوب هم پوره نمیشه. نکته مهم این کتلت شیرازی خوشمزه اینه که اصلا نباید سیب زمینی ها رو رنده کرد، باید بکوبیم تا خوب پوره بشه. سیب زمینی ها که نرم و لطیف و یک دست شد بهش زردچوبه، پودر سیر، پاپریکا، پودر پیاز، فلفل سیاه، پودر تخم گشنیز و نمک اضافه میکنیم و با دست ورز میدیم تا مخلوط بشه. سیب زمینی ها که با ادویه ها خوب یک دست شد بهش یه لیوان سرخالی پودر سوخاری یا نون باگت آسیاب شده رو کم کم توی 2 یا 3 مرحله اضافه میکنیم و خوب ورز میدیم تا یک دست بشه. خیلی مهم هستش که بتونین خوب ورز بدین و مواد یک دست و نرم و لطیف بشه، چون اگه خوب ورز ندین و ترک داشته باشه توی روغن باز میشه. ببینید باید یه همچین بافت نرم و لطیفی داشته باشه. کمی از مواد به اندازه یه نارنگی بر می‌داریم و توی دستمون گرد می‌کنیم. به این کار هواگیری میگن که باعث انسجام مواد میشه. بعد هم به شکل دوک درش میاریم و روی تخت کار با دست بازش می‌کنیم. من برای اینکه کتلت‌هام مرتب و یک اندازه باشن با چاقو صاف میکنم، در آخر هم از وسط یه خط میندازم و اینطوری از روی تخته کار جداش میکنم. این کتلت معروف و نوستالژی شیرازی هستش. یه روش بازاری دیگه هم داره که با آب و آرد هستش. شما میتونید توی کامنت ها به هم بگین که غذای معروف شهرتون چی هستش. توی تابه روغن میریزیم، خوب که داغ شد کتلت ها رو داخلش میچینیم تا سرخ بشه. با کفگیر خط وسط کتلت ها رو باز میکنیم. این برش وسط کتلت ها برای این هستش که روغن از وسطش بیرون بیاد تا کتلت هامون مغز پخت بشه. یه طرفش که سرخ شد برمیگردونیم تا طرف دیگه‌ش هم سرخ بشه. چون موادش سیب زمینی هستش و سیب زمینی پخته احتیاج نیست که شعله‌اش کم باشه. روی شعله متوسط تا کاملا طلایی و مغز پخت بشه کافی هستش. بعد هم از توی روغن در میاریم و داخل توری میذاریم تا روغن اضافهش کشیده بشه. اگر روی دستمال آشپزخونه بذاریم باعث میشه که کتلت ها نرم بشه. پس ما برای اینکه کتلت های ترد و کریسپی داشته باشیم روی توری میذاریم تا روغن اضافهش کشیده بشه. اینم از یک کتلت شیرازی بدون گوشت و تخم مرغ. کتلت معروف ساندویچی های قدیم شیراز. فقط ببین چقدر ترد و کریسپی شده. این کتلت خوشمزه داخل نون باگت به همراه ترکیب برنده، پیاز و جعفری طعم بهشتی پیدا میکنه.
امیدوارم که این کتلت خوشمزه رو درست کنید و از خروجی کار نهایت لذت رو ببرید. مرسی از همراهیتون که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. ممنون که با لایکاتون به هم دلگرمی و انرژی و انگیزه میدین. با سابسکرایب و روشن کردن زنگوله هم میتونین خیلی سریع از تمام آموزش های کانالمون مطلع بشین و اونا رو ببینید. مراقب خودتون باشید. خیلی دوستتون دارم. تا درودی دیگر. بدرود.